سازمان بین المللی حامی حقوق انسان عفو بین المللی در یک نامه از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان آزادی بلافاصله عبدالله شمس‌الدین فرزند یکی از رهبران و اساسگزاران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید را تقاضا کرده است. عبدالله شمس‌الدین ماه ینور سال 2023 از آلمان به تاجیکستان اخراج شد و دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 29 مارس او را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان تا کنون خبر استرداد و حکم زندان عبدالله شمس‌الدین را رسما تصدیق نکردند. در عفو بین المللی بر اینند که عبدالله شمس‌الدین به دلیل خویش و تباری نزدیک به رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودنش مورد تعقیب قرار گرفته است. عبدالله شمس‌الدین که 33 سال داشته از سال 2009 در آلمان به سر میبرد، نه فقط پسر یکی از اساسگزاران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین سعید است، بلکه داماد رهبر این حزب محیدین کبیری نیز است. سمیه پیروه همسر عبدالله شمس‌الدین فرزند اپی کبیری است. مؤلفان نامه از پرزیدنت تاجیکستان خواستند که جهت معلوم کردن مکان بود و باش عبدالله شمس‌الدین چاره بیاندیشند و همچنین تمام کار ممکن را انجام دهند تا که او را در بازداشت بدون یک تماس با بیرون نگاه ندارند، شکنجه ندهند و نسبتش بدرفتاری نکنند. اگر عبدالله شمس‌الدین در یگان جنایت گمانبر نباشد، او را باید بلافاصله آزاد کنند و در صورت اعلان عیبنامه به ضدش باید محکمه دادگاهی او طبق معیارهای بین المللی به صورت منصفانه و با تامین حق دسترسی به ادوکات صورت بگیرد. تاکید شده است در نامه حامیان حقوق بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 29 مارس سال 2023 عبدالله شمس‌الدین را بر اساس دو بند ماده 307 به عضویت در سازمان ممنوع و لایق گذاشتن در زیر مطلب‌های ضد دولتی گناهکار دانسته به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالله شمس‌الدین 18 ینور سال جاری از آلمان به تاجیکستان اخراج کرده شد و از آن زمان در حبس قرار داشت. مرافعه پرونده او در دادگاه نویه سامانی همگی 2 روز دوام کرد. به خواهران عبدالله شمس‌الدین که در تاجیکستان زندگی دارند اجازه دادند که در مرافعه پرونده او اشتراک کنند.